الان ذکر نمودم. شهادت اینقدر اهلی اعلام این حاضرین این بزرگوارا رو میبینی که همه آرزوی قفیدن تابوت حضرت دارن، دل دیگر تپش میکنن. بنابراین دوستان عزیز، توصیه ما به شما این است که ما بندگان خدا دوستدار اهل این واقعی باشیم، در حیات قدر کنیم. انشاءالله از این قدر کردن یک عالم ربانی، یک جمعیت انبوه مردم نزد خدا شفاعت میکنه. امید دارم که انشاءالله حضرت داملای استاد کل تمام ما و اهل بیت و خاندان ما را روز قیامت شفاعت کنه. انشاءالله این امید دارم. حضرت تمام حیاتش برای این ملت بود، تمام حیاتش برای عقیده سالم این ملت بود. یک ذره مثل موه از عقیده که جدا نشد، ذره فکر و عقیده واقعیش تغییر در ماه مبارک رمضان روزه میگیرم. ببین برادران از گرامی، ما الحمدلله در این ساعت ها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان، در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. به سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفت در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعت ها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان، در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. به سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفت ده بچه پشتاوی که
غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست، در بندگی بکوش که فرصت همین دم است، زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. عزیزان، از مرگ چاره نیست، اما مرگ بعض انسان ها این برای آدم عزیزان موت عالم است. چنانکه که بزرگان میگویند موت العالم موت العالم، یعنی موت انسان های عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام این موت عالم است. موت این گونه انسان ها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود. عزیزان اهل اسلام، خداوند علم را از میان ما و شما بندگانش و برداشتن و از بین بردن قرآن و سنت از بین نمی برد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از بین می برد. کسانی که امکانیت استفاده کردن، فرصت غنیمت دانستن، از حضرت استاد علم حاصل کردن، مانند حضرت پیرمان و دیگر شاگردان ادارات حضرت که بسیار شخصیت های بزرگ و معتبر در کشور ما هستند، خوشا به حالشان که از حیات ایشان استفاده کردند. اما کسانی که حیات ایشان را غنیمت ندانستند، فرصت غنیمت ندانستند، امروز علم به زیر خاک می رود. عزیزان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه روایت میکند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. من در شما بگویم در وقت‌های که نافهمیگری، کشفهمیگری، کشامکش در بین ملت بود، این در همین ضروری که برای جامعه، برای خلق، برای حکومت خدمت صدر رسانیده بگیرد. همینش کفایه های برای ما و شما. دیگه ما همینه گفتنی هستم با شما که این کس بیرق برداری اسلام در اصل بود. در وقتهایی که این کس داملا، برادرمان داملا را برای تحصیل علم تربیت کردند، در اون وقتهایی که رهتگری پدر پیسری خود را الف نشان نمیداد، در همون روزهایی که رهتگری این آدم برادری خود را تربیت کرد، تعلیم علم کرد، سراسر کشوری تاجیکستان مانا نهر از داملا استفاده برده ایشان. این خدمتایی که بود خدمتایی آخون ملا نعمت بود. همینه به شما گفتنی هستم برادران عزیز گرامی که
حضرت داملا کنم این به عقل نمیرسد. لیکن چند سال مقدم حضرت داملا من روبروی من هستی، هر دومان تنها بودیم. حضرت داملا را من گپ زده بودم،